اورونوف یه لایی میزنه میاره تو از بیفوما میکاره برای علیپور. علیپور توپو گم میکنه اما پشت سرش سروش رفیعی هست. حالا عمری یه پاس بیفوما خطر روی دروازه استقلال خوزستان. توی دروازه سروش رفیعی. عالی بود کار تیم پرسپولیسی ها. یه لحظه آشفته یه خط دفاعی و گل تقریبا بعد زود هنگام 15مین دقیقه پرسپولیس خودشو پیدا میکنه با این گل. چند بار این کار رو انجام دادن به شکل مختلف از چپ و راست و اسمار مربی خوشبخت این روزهای پرسپولیس در اولین حضورش بعد از مدت ها خوشحال از این روند. چه جاگیری خوبی داشت سروش رفیعی. خوشحالی هوادارهای پرسپولیس. چقدر خوب دید، چقدر خوب اضافه شد علیرغم اینکه کیا مسیر توپو تشخیص داد اما ضربه جوری بود که مهارش سخت شد. این زاویه ببینید سرعت و دقت عمل بالای سروش. همه منتظر این ضربه برتری با کدام خواهد بود. میزنه و علیرغم اینکه به سمت توپ رفت موفق محمد حسین کنانی زادگان نتیجه رو 2-0 میکنه. تا حد زیادی خیال هوادارهای پرسپولیس راحت بشه از این نتیجه. ضمن اینکه آبگوشه استقلال خوزستان داور رو احاطه کردن. خوشحالی روی سکوها. بششایی که حالا اونجا جو خاصی رو ایجاد کرده. اسمار تلاش بیشتری مطالبه میکنه. هنوز تعویض نکرده. نکته جالب توجه این دقایق هست. عرض کردم این زاویه گویای خیلی چیزا نبود. اون صحنه بعدش مشخص شد که اول توپو سروش رفیعی زد تا بشه گفت الان بهترین بازیکن خداوندلو. علیپور تک به تک و گل سوم. آفساید هم دیگه اعلام نمیشه تا برد 3-0 پرسپولیس. خوشحالی اونها رو در شبی که مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم قرار گرفتن کامل بکنه. یکی از پاس‌های تودر بالاخره جواب داد. چندین و چند باری کارو تکرار کردند. درست 3 بار مغلوب شد اما انصافا خوب گلری کرد و این شاید شکست هشداری بشه به حمایت کنندگان مالی استقلال خوزستان که این تیم جوون رو با یک کادر فنی خوب حمایت بکنن. این وضع بخواد ادامه داشته باشه قطعا باید نگران آینده استقلال خوزستان شد.